در دل شهری که هر خیابانش روایتی از زندگی است، پروژه‌ای از پیوستگی و همزیستی در جریان است. طراحی خانه‌ای که نه فقط سرپناهی برای جسم، بلکه مأمنی برای خیال و خاطره باشد. قلعه‌ای که در آن زمان آرام و با شکوه به هیچ عجله‌ای می‌گذرد و سقف‌های بلند و پنجره‌های فراخش شاهدی است بر روزهای پرهیاهو و شب‌های آرام. طبقه‌ای به والدین تعلق دارد، همچون ریشه‌های درختی استوار، سرشار از محبت و خاطرات و گفتگوهای آرام. گویی زمان در اینجا رنگی از آرامش به خود گرفته است. طبقاتی برای نسل میانی و بعدی خانواده است. دنیایی از حرکت و امید. پنجره‌های این طبقه به آینده‌ای روشن گشوده‌اند و دیوارهایش نه حصارهایی برای انزوا، که مرزهایی است برای تجلی رویا. و طبقه‌ای محل کار، جایی که تلاش و اندیشه جان می‌گیرد و روزهایش با صدای کلیدهای کیبورد، ورق زدن پرونده‌ها و گفتگوهای جدی می‌گذرد. در اینجا مرز میان کار و زندگی به لطافت در هم آمیخته است. گویی که دیوارها هم یاد گرفتند میان رسمیت و صمیمیت تعادلی ظریف برقرار کنند. این خانه نه فقط سرپناهی از جنس آجر و سنگ، بلکه حصاری از عشق و همدلی و رویاهای مشترک است و هر طبقه بخشی است از یک روایت. روایتی که در آن گذشته، حال و آینده همسایه دیوار به دیوار یکدیگرند.